درود بر دوستداران داستان‌های ترسناک. بشنویم داستان امشب را. هر کدام از ما تو زندگیمون یه چیزی را تجربه می‌کنیم که تا ته عمرمون یادمون نمیره. بعضی تجربه ها مثل یه زخم کهنه همیشه باهات میمونه. برای من این تجربه از یه خونه شروع شد. خونه مادری که سالها متروکه مونده بود و حالا ارث به من رسیده. من علیم، یه جوون حدود 30 ساله که از سر کار این خونه سر در نمی آورم. تنها چیزی که میدونستم یه شرط عجیب بود: هرگز، تأکید میکنم هرگز، زیر زمین را باز نکن. این را مادرم همیشه میگفت و لحن صداش جوری بود که یه لرزه غریب به تنم میانداخت. با خودم فکر کردم حتما یه سری وسایل قدیمی و به درد نخور اونجاست که مادرم دوست نداشته کسی بهشون دست بزنه. اما حالا من برای فروش این خونه به اونجا برگشته بودم، به یه خونه غرق در سکوت گرد و خاک. بوی کهنگی و نم مثل یک موجود زنده تو هوا نفس میکشید. پرده ها پاره، رنگ رو رفته، شیشه ها شکسته، کدر. این خونه بیشتر شبیه قبرستون بود تا یه خونه. چند روز اول به تمیز کردن و مرتب کردن خونه گذشت، اما هر روز که میگذشت حس میکردم یه نفر یا یه چیزی توی این خونه هست. وقتی تو آشپزخونه بودم صدای قدم ها از سالن میومد. وقتی تو سالن بودم صدای جیرجیر کردن پله ها از طبقه بالا میومد، مثل اینکه بازی موش و گربه بود، اما هیچ موشی در کار نبود. این صداها منظم و حساب شده بودند. یادم یه شب بیدار شدم و دیدم ساعت 3 شبه. یهو بوی عجیبی تو خونه پیچید. نه بوی عطر بود، نه بوی دود. یه بوی شیرین و غلیظ شبیه بوی گلاب که توی مراسم ختم میدادن. قلبم تون تون میزد. با خودم گفتم حتما بوی گلاب از بیرون اومده، ولی چطور ممکنه؟ پنجره ها بسته بودن. اون شب دیگه نتونستم بخوابم. یه حس سنگین و خفگی بهم دست داد. انگار یه موجود نامرئی درست کنارم رو تخت نشسته بود و نفس میکشید. هر شب این داستان تکرار میشد. بوی گلاب، صدای خشخش، حس این که یه نفر داره از دور منو تماشا میکنه. حس میکردم دیگه تنها نیستم توی خونه. یه نفر دیگه هم حضور داشت، یه حضور سرد و ساکت. تا اینکه یه شب دیگه طاقت نیاوردم. رفتم سراغ همون در چوبی که همیشه با یه قفل بزرگ و یه زنجیر زنگ زده بسته شده بود. یاد حرف مادرم افتادم، ولی ترس من از این موجود نامرئی از ترس شکستن یه عهد قدیمی بیشتر بود. میخواستم بفهمم این صداها، این بوهای عجیب از کجا میان. کلید زیر گلدون بود، یک کلید نقره‌ای قدیمی که وقتی توی دستم گرفتم سردی عجیبی داشت. قفل را باز کردم. زنجیر با یه صدای فلزی بلند روی زمین افتاد. یه غبار کهنه و غلیظ از در زیرزمین زد بیرون. در رو باز کردم. با چراغ‌قوه گوشیم وارد شدم. پله ها چوبی بودن و با هر قدم صدای جیرجیر توی سکوت زیرزمین میپیچید. رسیدم پایین. هوا اونجا سنگین‌تر و سردتر بود. انگار هیچ وقت نور خورشید به اونجا نرسیده بود. وسایل قدیمی، خاک گرفته، مثل یه ارتش از مردگان دور و برم صف کشیده بودن. وسط زیرزمین یه کوزه بزرگی گلی بود. روی کوزه پارچه‌ای با خطوط عجیب و غریب پیچیده شده بود. انگار یه سری دعا و طلسم قدیمی بود. کنجکاوی تمام وجودم را گرفت. میخواستم بفهمم این کوزه چیه و با دستهای لرزون شروع کردم به باز کردن پارچه‌ها. پارچه‌ها بوی گلاب میدادن، همون بویی که همیشه توی خونه میپیچید. هر کدام را که باز میکردم و روی زمین میانداختم صدای خشخش بلندتر از کوزه به گوش میرسید. آخرین پارچه را که کندم صدای شکستن چیزی از داخل کوزه اومد، مثل اینکه یه حباب شیشه‌ای شکسته باشه. بعد از اون یه سکوت مرگبار زیر زمین را پر کرد. وقتی از زیر زمین اومدم بیرون انگار یه بار سنگین از دوشم برداشته شده بود، اما حس آزادی فقط چند ثانیه طول کشید.
یه بوی خیلی قوی گلاب توی خونه پیچید، بویی که سردرد عجیبی رو تو سرم ایجاد کرد. رفتم به سمت آینه قدیمی سالن. آینه‌ای که همیشه کدر بود حالا شفاف و تمیز به نظر می رسید. خودم رو تو آینه دیدم. پشت سرم یه سایه ایستاده بود، یه سایه سیاه کشیده. سایه دستش رو روی شونه‌ام گذاشت. اونقدر این حس واقعی بود که ناخودآگاه برگشتم، اما هیچ کس نبود. دوباره به آینه نگاه کردم. سایه هنوز اونجا بود، ولی این بار نزدیکتر. انگشت‌های بلند و لاغرش را جلوی صورتم آورد. آروم زمزمه کرد: تو منو آزاد کردی. با وحشت از آینه فاصله گرفتم. قلبم داشت از سینه‌ام میزد بیرون. از اون شب به بعد زندگیم تبدیل به یه جهنم واقعی شد. صداهای عجیب و غریب هر شب توی خونه پخش میشد. صدای خنده از دیوار، صدای گریه از کمدها، صدای قدم برداشتن روی سقف. یه شب یه سایه از گوشه سالن بیرون اومد. یه سایه بلند و ترسناک که با چشمهای قرمز و درخشان. این دیگه اون سایه تو آینه نبود. این یه موجود واقعی بود. با صدایی که انگار از ته جا می اومد گفت: من قرنها توی این کوزه زندانی بودم. حالا که من آزاد کردی دیگه از اینجا نمیری. سعید پسر همسایه صبح روز بعد من را تو حال خونه پیدا کرد. روی زمین افتاده بودم و با چشمهای باز و از حدقه در اومده، لبهای خشکیده، فقط یک کلمه را تکرار میکردم: کوزه، کوزه. مرا به بیمارستان منتقل کرد. پزشک‌ها گفتن دچار شوک عصبی شده، اما من میدونستم که فقط یه شوک نبود، یه کابوس واقعی بود. الان چند سال از اون روز گذشته. من دیگه نمیتونم تو آینه نگاه کنم. هر شب صدای خشخش از دیوار اتاقم میاد. بوی گلاب و خاکستر تمام اتاق را پر میکنه. من دیگه تنها نیستم. اون حالا توی این اتاق با منه. درسته که از اون خونه فرار کردم، اما اون جن همراه من اومده. حالا من زندانی یه زندانی شدم. زندانی یه موجودی که خودم از توی کوزه تاریک قدیمی آزادش کردم. خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. اگه این داستان را دوست داشتید کانال را سابسکرایب کنید که داستان های بعدی را از دست ندید. خدا نگهدار.